این نومین دئی به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز و ارجمند. درس 15 از کتاب فامیلیا رومانا. موضوع درس 15 صرف افعال در 6 صیغه است. ما پیش از این افعال 4 گروه اول رو در 2 صیغه صرف کردیم، یعنی صیغه های غایه. در درس 15 هر 6 صیغه صرف خواهد شد. کاپیتولوم کوینتوم دکیموم، فصل 15. ماگیستر ات دیسکیپولی، معلم و شاگردان. دیسکیپولوس شاگرد یا دانش آموز، ماگیستر معلم. ماگیستر از اسمهای مذکر گروه دوم و دیسکیپولوس هم از اسمهای این گروه، با این تفاوت که ماگیستر استثناءً در حالت مفرد فاعلی پایانه‌ای نداشت. مارکوس لیبروم ات تابولم ات کترس رس فرنس توسکولوم امبولات. مارکوس کتاب، لوح و دیگر چیزها را حمل کنان به توسکولوم می رود. فرنس از فرو به معنای کشیدن و بردن و آوردن، اینجا یعنی حمل کننده یا حامل. اینطور هم میتونیم ترجمه کنیم مارکوس حامل کتاب، لوح و دیگر چیزها به توسکولوم می رود. توسکولوم اینجا مقصد حرکت و در واقع در نقش مفعولی صرف شده. به یاد داریم که بعضی شهرها وقتی مبدأ حرکت بود آبلاتیو و وقتی مقصد حرکت بود آکوزاتیو تلقی می شد. ایلیک است لودوس پوئروروم، اینجا مدرسه پسران است. لودوس مدرسه، اسم مذکر از گروه دوم. لودوس لودی. مولتی پوئری مان این لودوم ایونت، بسیاری پسران صبح به مدرسه می روند. ماگیستر لودی است ویر گرایکوس کوی نومن است دیودوروس. معلم مدرسه مردی یونانی است که نامش یا که او را نام دیودوروس است. کوی ضمیر موصول در نقش داتیو که برای او نام دیودوروس است. مارکوس ماگیستروم متویت دیودوروس انین ماگیستر سیوروس است کوی دیسکیپولوس سوئوس ویرگا وربرات. مارکوس از معلم میترسد یا معلم را میترسد، زیرا دیودوروس معلمی سختگیر است که دانش آموزان را با ترکه، که دانش آموزان خود را با ترکه میزند. سیوروس یعنی سختگیر. ویرگا که در عکس میبینید ترکه. ویرگا اسم مؤنث از گروه اول، اینجا با پایانه آبلاتیو نقش ابزاری داره، یعنی با ترکه. وربرات کتک زدن. اomodo magister severus discipulos improbos punire solet. معلم سختگیر اینچنین شاگردان بی‌ادب را
تنبیه می کند. ای او مودو ایت مودوم در حالت آبلاتیو نقش ابزاری داره. مودوم یعنی این گونه، این حالت. در حالت آبلاتیو یعنی به این حالت، با این حالت، یعنی به این روش، بدین سان. معلم سختگیر دانش آموزان بی‌ادب را پونیره سولت، درباره سولت توضیح دادیم که صرفاً دلالت بر استمرار و تکرار فعل در زمان داره. در فارسی لازم نیست که همیشه ما اون رو ترجمه کنیم. این صرفاً برابر با یک فعل مضارع استمراری است، یعنی همیشه این کار رو میکنه. پونیره سولت یعنی معمولاً چنین میکند یا عادت به چنین کاری دارد. دیسکیپولی سوند پوئری کوی این لودوم ایوند. شاگردان، دانش آموزان پسرانی هستند که به مدرسه می روند. مارکوس ات کوینتوس سوند دو او دیسکیپولی. مارکوس و کوینتوس دو دانش آموزند. آلی ای دیسکیپولی سوند تیتوس ات سکستوس. دانش آموزان دیگر تیتوس و سکستوس هستند. Sextus qui ante Marcum et Titum ad ludum advenit, primus ludum intrat. سکستوس که پیش از مارکوس و تیتوم به مدرسه میرسد یا به مدرسه میآید، نخست وارد مدرسه می شود. advenit به مدرسه آمدن، به مدرسه رسیدن. اینترات وارد مدرسه شدن. کلمات مارکوم و تیتوم بعد از حرف اضافه آنته یعنی پیش از در حالت مفعولی صرف شده. سکستوس سولوس است نام کتری دیسکیپولی نوندوم اتسوند. سکستوس تنهاست زیرا دیگر دانش آموزان یا باقی دانش آموزان هنوز حاضر نیستند، یعنی هنوز نیامدند. نوندوم یعنی ادهوک نون یعنی نه هنوز، فعل رو منفی میکنه. ماگیستر اینترانس سکستوم سولوم این سلا سدنتم ویدت. معلم وارد شونده سکستوس را تنها نشسته بر صندلی می‌بیند. دو اسم فاعل در این جمله استفاده شده. اول اینترانس از اینترات، اینتراره، وارد شدن. ماگیستر اینترانس صفت ماگیستره، یعنی معلم در حالی که وارد می شود. میتونست بگه ماگیستر اینترات ات. ماگیستر اینترانس سکستوم سولوم این سلا سدنتم ویدت. صفت فاعلی دوم سدنتم از سدو به معنای نشستن شده سدنس یعنی نشیننده یا نشسته در حالت مفعولی. چرا؟ چون مفعول فعل ویدته. به عبارت دیگر معلم سکستوس را میبیند. سکستوس مفعوله. هر صفت دیگر این اسم هم پایانه مفعولی خواهد داشت. سکستوس را میبیند، سکستوس را تنها میبیند یا سکستوس تنها را میبیند. سکستوم سولوم، سکستوس سولوس تحت تاثیر فعل ویدت شده سکستوم سولوم. سدنس هم به معنای نشسته در حکم صفت دیگری
برای اسم سکستوسه و با پایانه فاعلی می شود سدنتم. در نتیجه معلم وارد شونده سکستوس تنهای نشسته را می بیند و ضمناً نشسته ملحقاتی داره. این سلا سدنتم در اصل بوده سکستوس سولوس این سلا سدت، یعنی سکستوس تنها بر صندلی نشسته یا می نشیند. وقتی سدت به سدنس تبدیل شده ملحقات اون هم با اون تکرار میشه. این سلا سدت یا این سلا سدنس بر صندلی نشسته. البته سلا تحت تأثیر حرف اضافه این در حالت آبلاتیو صرف میشه و تغییر دیگری نمیکنه. مثل سکستوس سولوم و سدنتم پایانه مفعولی نخواهد داشت. در واقع فاعل و ملحقات اون، فاعل و صفات اون از جمله فعلی که صورت اسم فاعل گرفته در این قبیل جملات پایانه مفعولی خواهد گرفت. سکستوس de sella surgens magistrum salutat. سکستوس از صندلی برخاسته معلم را سلام می کند، یا سکستوس از صندلی برمیخیزد و به معلم سلام می کند. سورگنس باز از فعل سورگیت از گروه سوم برخاستن به صورت اسم فاعل استفاده شده. دقت کنید که معمولاً وقتی حداقل دو فعل داشته باشیم یکی از اونها به صورت اسم فاعل صرف میشه. این عادت زبان لاتینه. اینجا دو فعل داریم، برمیخیزد و سلام میکند. در لاتین معمولاً یکی از این دو صورت اسم فاعل خواهد داشت. سکستوس از صندلی برخاسته یا برخیزنده به معلم سلام میکنه. سالو ماگیستر، سلام ای معلم. سالو سلام، سلام کردن صورت امری داره، امر مفرد و جمع. اینجا چون معلم یکیست مفرد. ماگیستر سالو سکسته کنسیده. معلم میگوید سلام ای سکستوس بنشین. سکسته صورت منادا داره، سکستوس سکسته. ماگیستر هم مناداست اما از جمله اسمهایی است که در نقش منادا پایانه متفاوتی نداره. صورت منادای اون همانند صورت فاعلی است. کنسیده، کنسیده طبق توضیحات مؤلف ترکیبی است از کنسیدره. سیدره به معنای نشستن در واقع سدره بوده. سدر اینکیپره بنشین. تفاوت بین نشستن چنان که من الان نشستم این فعلی داره و از حالت ایستاده به حالت نشستن تغییر وضع دادن. اینها دو عمل متفاوته که دو فعل متفاوت داره. سدره حالت کسی است که پیش از این نشسته است و همکنون هم نشسته است. کنسیدره حالت کسی است که ایستاده و اکنون می نشیند، یعنی دلالت بر این تغییر وضع داره. ما در فارسی یک فعل داریم که بر هر دو اطلاق میکنیم. معمولاً بنشین به اون معنای دوم معادل کنسیدره است.
درباره فعل دوم از نشسته بودن استفاده میکنیم، یعنی او ساعت هاست که اینجا نشسته است. سکستوس این سلا کنسیدید. سکستوس بر صندلی یا در صندلی می نشیند. دیسکی پولوس تاکیتوس انت ماگیستروم سدت. دانش آموز خاموش ساکت پیش معلم نشسته است. اگر بگوییم می نشیند یعنی دوباره می نشیند، اما منظور این است که به نشستن ادامه می دهد. تاکیتوس صفتی است به معنای ساکت، تاکنس، و آنته که در سطرهای قبل به معنای زمانی بود، تقدم زمانی، اینجا به معنای مکانی است، درست مثل پیش در فارسی، پیش از آن روز یا پیش تو. اما فرقی نداره، در هر دو صورت اسم بعد از آنته پایانه مفعولی خواهد داشت. آنت ماگیستروم، پیش معلم. ماگیستر اینتروگات کور تو سولوس اسکسته. معلم میپرسد چرا تو تنهایی ای سکستوس؟ اگو سولوس سوم کوود کتری دیسکیپولی omnes absunt responded سکستوس. سکستوس پاسخ میدهد من تنها هستم زیرا بقیه دانش آموزان همه غایبند. سکستوس پاسخ میدهد به رسم زبانهای غربی در پایان جمله نقل شده. ما در فارسی این قبیل جملات رو در ابتدای جمله ترجمه میکنیم. کوود به معنای زیرا، کتری بقیه، صفتی است که تابع دیسکیپولی است، جمع مذکر فاعلی. به یاد دارید از درس دوم کتاب، صفتی که همیشه صورت جمع داره. اکسکلامات ماگیستر او دیسکیپولوس این پروبوس. معلم فریاد میکشد آه دانش آموزان بی‌ادب. اکسکلامات ترکیبی از اکسکلاماره، فریاد کشیدن، دیسکیپولوس این پروبوس، فعل جمله حذف شده و نمیدانیم که فعل چیست، اما معمولا در این قبیل موارد از صورت مفعولی استفاده میکنند. نمونه های دیگری هم خواهیم دید در کتاب. این رو یک قاعده تلقی کنید. مؤلف هم توضیح بیشتری نمیده که چرا این پایانه مفعولی داره. مثلا فرض کنید به این معناست که از شما بیزارم، در صورتی که بیزار بودن مفعول بگیره. سکستوس نوم اگو دیسکیپولوس ایمپروبوس نوم. سکستوس میگوید آیا من دانش آموز بی‌ادبی هستم؟ ماگیستر ایمو تو پروبوس است دیسکیپولوس سکسته ات مارکوس ات کوینتوس ات تیتوس ایمپروبیسونت. معلم برعکس تو دانش آموز مؤدبی هستی، دانش آموز خوبی هستی. سکستوس اما تو دانش آموز مؤدبی هستی ای سکستوس، اما مارکوس و کوینتوس و تیتوس بی‌ادبند. ات
معادل سد. اما هیک تیتوس اتلودوم ادونیت ات یانوام پولسات انتقوام اینترات. اینجا تیتوس به مدرسه می آید یا به مدرسه می رسد و در می زند پیش از آن که وارد شود. هیک به معنای اینجا و معمولا یعنی اکنون، اینک. تیتوس به مدرسه می آید و یانوام پولسات در را می کوبد، آنتکوام پیش از آن که. یانوا ریشه کلمه ژانویه به معنای در، اسم مؤنث در حالت مفرد مؤنث مفعولی مترادف با استیوم. پیش از آنکه وارد شود. آنتکوام اینترات. دیسکیپولوس نون ستاتیم اینترات سد پریموم یانوام پولسات. دانش آموز فوراً وارد نمی شود بلکه نخست در می زند یا در را می کوبد. توم لودوم اینترات ات ماگیستروم سالوتات. سپس به مدرسه وارد می شود و به معلم سلام می کند. توم ده اینده سپس. سالو ماگیستر. سلام ای معلم. ماگیستر. او تیته سکستوس یام آدست. معلم به تیتوس میگوید آه ای تیتوس، سکستوس اکنون حاضر است، یعنی اکنون اینجاست، یعنی پیش از تو آمده است. ببینید که یام متضاد نندومه. ما معمولا یام رو به معنای اکنون ترجمه میکنیم، اما متضاد نندوم و نندوم گفتیم یعنی نه هنوز. در این صورت یام تقریبا معادل دیگر در فارسی است. او دیگر آمده است. معادل already در انگلیسی است. تیتوس ات مارکوس ات کوینتوس نندوم ات سونت. تیتوس پاسخ میده اما مارکوس و کوینتوس هنوز حاضر نیستند، یعنی هنوز نیامدند. ماگیستر تاک پوئر کلاود یانوام ات کنسیده. معلم ساکت باش ای پسر، در را ببند و بنشین. آپریت لیبروس پوئری. پسران کتاب ها را بگشایید، باز کنید. آپریت، آپریره به معنای گشودن. سکستوس استاتیم لیبروم سوم آپریت sed Titus cui librum non habet ego incuit librum non habeo. سکستوس فوراً کتاب خود را میگشاید، اما تیتوس که کتاب ندارد میگوید من کتاب ندارم. فعل میگوید طبق معمول در میانه جمله آمده. ما اون رو در ابتدای جمله نقل میکنیم، ترجمه میکنیم. ما اون رو قبل از اگو ترجمه میکنیم. میگوید من کتاب ندارم. ماگیستر کوید سکستوس لیبروم سوم هابت تو لیبروم توم نون هابست. معلم میگوید چه؟ سکستوس کتاب خود را دارد،
تو کتاب خود را نداری. کتاب خود را داشتن یعنی کتابش نزد اوست، کتاب دارد. ما این صفت ملکی رو ذکر نمی کنیم، ما میگیم او کتاب دارد و تو کتاب نداری. پور لیبروم نون هاوست، چرا کتاب نداری؟ تیتوس لیبروم نون هاوه او کود مارکوس meum لیبروم هاوت. پاسخ میدهد کتاب ندارم زیرا مارکوس کتاب مرا دارد. مارکوس پسر یولیوس، یکی از شخصیت‌های داستان، میگوید کتاب ندارم چون کتابم نزد مارکوس است. اما این رو با فعل کتاب مرا مارکوس دارد بیان میکنه. مارکوس کتاب مرا دارد یعنی کتاب من نزد مارکوسه. همچنان که وقتی گفت کتاب خود را دارد یعنی کتابش دستشه، در کنارشه. Post Titum Marcus ad ludum advenit, neque is januam pulsat antequam intrat. پس از تیتوم مارکوس به مدرسه می آید، اما او پیش از آنکه وارد شود در نمیزند. پست متضاد آنته، اینجا تأخر زمانی یعنی پس از تیتوم. مارکوس پس از تیتوم به مدرسه می آید. نکوه و نه، اما نه. ایس کمتر استفاده میکنه، ضمیر مفرد مذکر غایب یعنی او. اما او پیش از آن که وارد شود در نمیزند. مارکوس استاتیم اینترات نک ماگیستروم سالوتات. مارکوس فوراً وارد می شود و به معلم سلام نمی کند. او مارکه اینکویت دیودوروس کور تو یانوام نون پولساس کوم ادلودوم ونیس نک می سالوتاس کوم می ویدس. معلم میپرسد آه ای مارکوس، چرا تو در نمیزنی وقتی به مدرسه می آیی و به من سلام نمی کنی وقتی مرا می بینی؟ مارکوس ات مارکوس ایگو اینکویت یانوام نون پولسو کوم ادلودوم ونیو نک ته سالوتو کوم ته ویدئو کویا نک سکستوس نک تیتوس ایت فاکیت. مارکوس پاسخ میدهد اما مارکوس اینکویت میگوید من در نمیزنم وقتی به مدرسه میآیم و به تو سلام نمی کنم وقتی تو را میبینم، زیرا سکستوس نه سکستوس و نه تیتوس چنین نمی کنه. خب در این چند سطر ما با صرف دو صیغه دیگر افعال آشنا شدیم. من ببینم که اول از کجا شروع شد، فراموش کردم، غرق داستان شده بودم. اول فعل بودن.
صیغه اول این فعل سوم، هستم. صیغه دوم این فعل اس، هستی. هستم، هستی. دو صیغه غایب رو هم از درس دوم کتاب به یاد دارید، از درس اول کتاب. است و سوند. دو صیغه جمع رو هم بعد از این خواهیم دید. اما 4 گروه اصلی افعال. گروه اول افعالی مثل آمات و آماند، افعالی که مصدر اونها به آره ختم میشد. صیغه اول این افعال این گونه است: آمو. و صیغه دوم اونها آماس. آمو، آماس. دو صیغه غایب رو پیش از این خواندیم: آمات، آماند. گروه دوم افعالی مثل ویدت، ویدنت که پایانه مصدری اونها اره است، مثل ویدئو و ویدس. ویدئو، ویدس. افعال گروه سوم که مصدر اونها مانند مصدر گروه دوم به اره ختم میشه، در دو صیغه اول مفرد دیکو و دیکیسه. دیکو، دیکیس. دو صیغه غایب اونها دیکیت و دیکوند. افعال گروه چهارم افعالی که مصدر اونها به ایره ختم میشد، مثل آدیر، شنیدن. صیغه اول آدیو، صیغه دوم آدیس. و دو صیغه غایب آدیت و آدیوند، مثل فعل ونیره که در جمله آخر دیدیم. گفت چرا وقتی به مدرسه می آیی ونیس. افعال گروه اول به غیر از صیغه اول همیشه در پایانه آ داره. آمو، آماس، آمات. دو صیغه جمع رو هم میخونیم و آماند. افعال گروه دوم همیشه پایانه افعال گروه دوم همیشه با ا شروع میشه. در مصدر هم ا داره. ویدره، ویدئو، میبینم. ویدس، ویدت. افعال گروه سوم اگرچه در پایانه مصدری ا داره، اما در پایانه صرف افعال ا نداریم. دیکو، دیکیس، دیکیت. صیغه دوم و سوم ای داره. ایس، ایت. افعال گروه چهارم هم در پایانه مصدری یعنی ایره، هم در هر 6 صیغه ای داره. آدیو، میشنوم. آدیس، آدیت، آدیوند. خب
ماگیست. کو تو سولوس اس. ببینید چرا تو تنهایی ای سکستوس. این رو که البته خوندیم صفحه بعد. بله مثلا فعل پولسو، پولساره از گروه اوله، میگوید که در نمیزنن. پولسو صیغه مفرد مخاطب اون پولساس و مفرد غایب پولسات. مثل آمو آماس آمات صرف میشه. دوست دارم، دوست دارید، دوست دارد. و ونیو از گروه چهارم مثل آودیو. افعال این گروه همیشه در پایانه ای داره، در شناسه ای داره. ونیو، ونیس، ونیت. وقتی به مدرسه می آیم. نکته سالوتو باز از افعال گروه اوله. سلام نمی کنم. وقتی تو را می بینم. ویدئو از افعال گروه دوم. ویدئو، ویدس، ویدت. زیرا نه سکستوس و نه تیتوس ایت فاکیت این را می کند. یعنی تیتوس و سکستوس هم چنین کاری نمی کنند. در نمی زنند و سلام نمی کنند. سکستوس ات تیتوس. کوید سکستوس و تیتوس با هم میگویند چه؟ مارکوس ات سکستوم ات تیتوم. مارکوس خطاب به سکستوس و تیتوس میگوید ووس یانوام نون پولساتیس کوم اد لودوم ونیتیس نک ماگیستروم سالوتاتیس کوم اوم ویدیتیس. اینجا اولین نمونه ها از صیغه جمع متکلم، جمع حاضر متکلم، صیغه اول جمع یعنی ما، ببخشید شما. صیغه دوم جمع وس. مارکوس به سکستوس و تیتوس میگوید شما در را نون پولساتیس. فعل پولسو از گروه اول جمع مخاطب می شود پولساتیس. شما در را نمیزنید. پولسو میزنم، پولساس میزنی، پولسات میزند، پولساموس میزنیم، پولساتیس میزنید، پولسانت میزنند. شما در نمیزنید وقتی به مدرسه ونیتیس به مدرسه می آیید. ما اول پولساس رو در جدول بنویسیم. گروه اول مثال ما آموست، آمو، آماس، آمات. و حالا اینجا جمع مخاطب آماتیس، آماتیس. و گروه چهارم ونیتیس. مثال ما آودیوست، آودیو، آودیس، آودیت. جمع مخاطب می شود آودیتیس. نک ماگیستروم سالوتاتیس باز از افعال گروه اول. ببینید پایانه مانند پولساتیس داره. افعال گروه اول غیر از صیغه اول همیشه در پایانه در شناسه آ داره. شناسه اونها با آ شروع میشه. افعال گروه چهارم پایانه اونها همیشه با ای شروع میشه در هر 6 صیغه. و همچنین پایانه مصدری اونها. افعال گروه دوم و سوم ا یا ای داره.
cum videtis. Auditis ne id cu oddico. آیا نمیشنوید آنچه میگویم؟ دیکو میگویم از گروه سوم. آدیتیس مثال ما بود. آدیتیس میشنوید. آدیتیس نه پرسش منفی است. آیا نمیشنوید؟ مگر نمیشنوید چه میگویم؟ آدیتیس نه. Tum sextus et titus id quod incuiunt verum non est. سپس سکستوس و تیتوس میگویند آنچه تو میگویی راست نیست، حقیقت نیست. اینکویونت میگویند. ما این رو چند کلمه قبل به ابتدای نقل قول منتقل میکنیم. سپس سکستوس و تیتوس اینکویونت میگویند آنچه تو میگویی. اید کوودیکیس. اید ضمیر مفرد غایب خنثی. کوود ضمیر موصولی. آن چه یا آن که تو میگویی. وروم نون است. وروم صفتی است به معنای راست، درست و حقیقی، از ریشه وریتاس احتمالاً به معنای حقیقت، که اینجا مطابق با اید پایانه مفعولی، پایانه خنثی و مفعولی داره. آنچه تو میگویی، نه مذکر نه مؤنث، در این مواقع از صورت خنثی استفاده میکنن. آنچه تو میگویی راست نیست. نوس یانوام pulsamus cum ad ludum venimus et magistrum salutamus cum eum videmus. ما در میزنیم وقتی به مدرسه می آییم و به معلم سلام می کنیم وقتی او را می بینیم. اینها اولین نمونه ها از صیغه اول جمع، یعنی متکلم ما. نوس ما در پولساموس میزنیم. دقت کنید که اینجا و در جمله بالا وس نون پولساتیس ضمیر فقط برای تأکید نقل شده، اگر نه در ذکر شده، اگر نه در این مواقع فعل کفایت میکنه. ما در میزنیم. پولساموس پولسار گروه اول، صیغه اول جمع پولساموس. آموس پایانه صیغه اول جمعه. مثال ما آمو می شود آماموس. آماموس. و جدول گروه اول کامل شد. آمو آماس آمات. آماموس آماتیس آمانت. دوم رو هم الان می نویسیم. ما در میزنیم وقتی به مدرسه می آییم. ونیموس می آییم. فعل گروه چهارم. مثال ما آودیوست. آودیو آودیس آودیت. آودیموس مثل ونیموس. آودیموس آودیتیس آودیونت. میبینید این فعل چه در مصدر چه در 6 صیغه همیشه ای داره. آودیره، آودیو آودیس آودیت آودیموس آودیتیس آودیونت.
ات ماگیستروم سالوتاموس و به معلم سلام میکنیم. سالوتاره از گروه اول. کوم اوم ویدموس وقتی او را میبینیم. ویدموس از گروه دوم وقتی او را میبینیم. افعال گروه دوم همیشه ا در پایانه داره. ویده او ویدس ویدت وی دموس ویدموس. صیغه جمع مخاطب رو هم فراموش کردیم بنویسیم. ویدتیس ویدنت. و در مصدر گروه دوم و چهارم کاملا به قاعده است، از این نظر که در پایانه گروه دوم چه مصدر چه شش صیغه همیشه ا داریم. در پایانه های گروه چهارم چه مصدر چه شش صیغه همیشه ای داریم. گروه اول و سوم کمی متفاوته. در گروه اول صیغه اول استثناءً آ نداره. در باقی صیغه ها و در مصدر آ داریم. گروه سوم رو هم کامل میکنیم. گروه سوم در مصدر ا داره. در صیغه ها به غیر از صیغه اول و آخر ای داره. یعنی به غیر از صیغه اول و آخر مثل شش صیغه گروه چهارم صرف میشه. البته این شباهت ها و تفاوت ها رو لازم نیست حفظ کنید. اینها رو خودتون تشخیص میدید. من فقط یادآوری میکنم. نوس نه وروم دیکیموس ماگیستر. ببخشید، نون نه وروم دیکیموس ماگیستر. نون نه یعنی مگر نه، مگر حقیقت را نمیگوییم، مگر راست نمیگوییم ای معلم. دیکیموس از گروه سوم. دی کیموس و صیغه جمع مخاطب هم دی کیتیس. و هر چهار جدول ما کامل شد. ببینید گروه سوم که شامل بیشترین افعال لاتینه، مصدر اون مانند مصدر گروه دوم اره داره، دیکره. افعال اون به غیر از صیغه اول و ششم مانند گروه چهارم همیشه ای داره. دیکو، دیکیس، دیکیت، دیکیموس، دیکیتیس، دیکوند. گروه چهارم در صیغه اول و ششم هم ای داره. آودیو، آودیس، آودیت، آودیموس، آودیتیس، آودیونت. ولی در مجموع دو گروه اول خواهیم دید در ادامه صرف در زمانهای بعدی خواهیم دید که دو گروه اول بیشتر شبیه به یکدیگر و دو گروه دوم شبیه به یکدیگر. ماگیستر ووس وروندیکیتیس. معلم میگوید شما راست میگویید. دیکیتیس. کوود مارکوس دیکیت نون است وروم. آنچه مارکوس میگوید راست نیست. کوود یعنی اید کوود. آنچه معلم میگوید، آنچه مارکوس میگوید. در واقع اون اید قبل از کوود به قرینه معنوی افتاده. دیسکیپولوس ایمپروبوس اس مارکه. دانش آموز بی‌ادبی هستی ای مارکوس. نکس است ت پونیره. باید تو را تنبیه کنم یا باید تنبیه بشوی.
necesse est لازم است. تو تنبیه شدن یا تو را تنبیه کردن، باید تو را تنبیه کرد. فاعل پونیره ذکر نشده، معلوم نیست. در واقع ت مفعول فعل پونیره است. چرا پونیره به صورت مصدر ذکر شده؟ چون فعل اصلی جمله نکسه است. جمله‌ای که بعد از این قبیل جملات بیاد، فعل اون مصدر و فاعل اون اگر ذکر شه که اینجا ذکر نشده صورت مفعولی خواهد داشت. لازم است تو را تنبیه کردن. استاتیم ادمه ونی، فوراً به نزد من بیا. ونی فعل امر از گروه چهارم، امر مفرد. دیودوروس ماگیستر سیوروس ترگوم پوئری ویرگا وربرت. دیودوروس معلم سختگیر پشت پسر را با ترکه میزند. ترگوم پشت، پشت. ترگوم ترگی اسم خنثی از گروه دومه، با ترکه وربرت میزند. ترگوم است posterior pars corporis. ترگوم یا پشت قسمت پیشین بدن است. پوستریور، پوستریور یعنی قبلی، عقب. منظور نشیمنگاهه. پوستریور هم صفتی است، صفت تفضیلی است از پست به معنای بعد. ترگوم دولت مارکو نکوه ایل لاکریمات نام لاکریمار پوئرو رومانو نون کنونیت. پشت مارکوس درد می کند یا پشت مارکوس را به درد می آورد، اما او اشک نمی ریزد، زیرا اشک ریختن پسر رومی را نشاید. یعنی شایسته پسر رومی نیست که اشک بریزد. ترگوم فاعل جمله اوله. ترگوم دولت مارکو. دیدیم در این قبیل مواقع اون عضوی که درد میکنه فاعل جمله و اون شخصی که درد میکشه در نقش متمم ظاهر میشه. پشت به مارکوس درد میآورد. ما میگیم پشت مارکوس درد میکنه، اما او ایله لاکریمات اشک نمیریزد، زیرا کنونیت نون کنونیت شایستن. اینجا نشایستن، نشاید تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. زیرا نمی شاید پوئرو رومانو متمم پسر رومی را نمی شاید، نشاید چه چیز؟ لاکریماره اشک ریختن نشاید. اینجا توضیح داده لاکریماره پوئرو نون کنونیت یعنی لاکریمای پوئرو نون کنونیونت، یعنی اشک ها پسر
اشک‌ها برای پسر شایسته نیستند، یعنی شایسته نیست که پسر رومی اشک بریزد. مارکوس کلامات، مارکوس فریاد میزند ای یم ساتیس است، فریاد میزند که آخ دیگر کافی است، دیگر بس است. ساتیس بس، کافی. دسینه ماگیستر، بس کن معلم، دست بکش معلم. دسینره متضاد اینکیپره، آغاز کردن، پایان دادن. ماگیستر puerum verberare desinit et ad sellam tuam redi incuit atque conside. معلم از کتک زدن پسر دست میکشد و میگوید به سوی صندلی خود برگرد و بنشین. پوئروم مفعول فعل وربراره است که خودش به صورت صفت صرف شده. پوئروم وربراره، کتک زدن پسر. دسینیت، چرا وربراره مصدر شده؟ تحت تأثیر دسینیت، از کتک زدن دست کشیدن، یعنی از کتک زدن باز می ایستد، از کتک زدن پسر باز می ایستد و می گوید اتسلم توام، به صندلیت ردی، برگرد. ترکیبی است از ر و ایره یا ردیره، یعنی رورسوس ایره، یعنی دوباره رفتن، یعنی برگشتن. به صندلیت برگرد، به سوی صندلیت برگرد و کنسیده، بنشین. ردی و کنسیده هر دو فعل امر مفرد. مارکوس اد سلم سوام ردیت نکوه کنسیدیت سد تاکیتوس انت سلم ستات. مارکوس به سوی صندلیاش برمیگردد اما نمی نشیند، بلکه ساکت پیش صندلی می ایستد. آودیس نمارکه، معلم میگوید ای مارکوس نمیشنوی؟ آودیس میشنوی، آودیس نه مگر نمیشنوی. اگو ته کنسیدر یوبه او، من به تو دستور میدهم بنشینی، یا من دستور میدهم تو بنشینی. یوبه او، دستور میدهم. از گروه دومه، یوبه او یوبس یوبت، قبلا موسیقی غایب اون رو صرف کردیم. فعل بعد از یوبه او به صورت مصدر ذکر میشه. یوبه او کنسیدره، دستور میدهم نشستن. این ت و اگو فاعل باز برای تاکید ذکر شده. من دستور میدهم. ت ابهام داره، ممکنه مخاطب فعل باشه، یعنی من به تو دستور میدهم که در لاتین صورت مفعولی داره، من تو را دستور میدهم نشستن. یا فاعل کنسیدره باشه، یعنی من دستور میدهم که تو بنشینی، چون طبق قاعده وقتی فعل مصدر میشه، فاعل اگر ذکر بشه صورت مفعولی داره. پس من به تو دستور میدهم بنشینی، یا من دستور میدهم تو بنشینی. کور نون کنسیدیس، چرا نمی نشینی؟ اینتروگات ماگیستر،
معلم میپرسد، که البته ما این جمله رو باید در ابتدای جمله فارسی ذکر بکنیم. مارکوس: non consido quod sedere non possum. مارکوس پاسخ میدهد نمی نشینم زیرا نمی توانم بنشینم. پسوم صیغه اول فعل پوتسته. پسه توانستن، که پیش از این دو صیغه غایبش رو آموختیم، یعنی پوتست، پسوند، میتواند، میتوانند. و گفتیم که در واقع این فعل ترکیبی از یک ریشه متغیر، گاهی پست گاهی پت، و 6 صیغه فعل بودنه. و الان که صیغه های فعل بودن رو کامل کردیم، این فعل رو میتونیم صرف کنیم. میشود پسوم، پوتس، پوتست. میتوانم، میتوانی، میتواند. توجه کنید که صیغه اول به جای ت اس داره. پسوم، نمیگه پتسوم، پسوم. اما دو صیغه بعدی ترکیبی از پت و فعل بودنه، اس و است. و به یاد دارید که با این فعل از مصدر استفاده میکردیم. زیرا سدره نون پسوم، زیرا نشستن نمیتوانم. میگه بنشین، چرا نمی نشینی؟ میگه نمیتونم بنشینم. کتک خورده، پشتش درد میکنه. دیودوروس: کور سدر نون پوتس. چرا نشستن نمیتوانی؟ چرا نمیتوانی بنشینی؟ مارکوس: سدر نون پسوم کو ادمیهی دولت. میگوید نشستن نمیتوانم زیرا مرا درد میکند. فاعل جمله رو ذکر نکرده، پشت مرا درد میکند. تا یادمون نرفته این 3 صیغه فعل پسوم رو در جدول بنویسیم. اینها افعال بیقاعده بود. ببینید ما پوتست و پسومت رو نوشتیم. صیغه اول پسوم. البته واقعا نمیشه بن و ریشه این بن رو نمیشه تشخیص داد، ولی آنچه بعد از حذف شناسه میمونه پسه. پسوم. صیغه دوم پوتس. سوم اس است. میگوید کود میهی دولت پارس. جمله ادامه داشت، ببخشید من گفتم ذکر نکرد. میگه پارس ترگی اینفریور این کواس سدره سولئو. میگه نمیتوانم بنشینم زیرا مرا درد میکند قسمتی از پشت، یا بگیم پارس اینفریور، قسمت پایینتر کمر یا پشت، قسمت پایینتر پشت که بر آن می نشینم. جمله پیچیده‌ایه. پارس ترگی اینفریور، یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی است. نظیر اون رو قبلا دیدیم. ترکیب وصفی پارس اینفریوره که ترگی بین اونها قرار گرفته. پارس اینفریور یعنی قسمت پایینتر. پارس مؤنث، اینفریور هم مؤنثه. صرف افعال، صرف صفات تفضیلی رو به یاد بیارید.
این ترکیب وصفی خود مضاف یک ترکیب اضافی است. به مضاف الیهش ترگیه، قسمت پایینتر پشت، یعنی نشیمنگاه. که سلعو، که معمولاً، که عادت دارن، اما منظور عادت رفتاری و اخلاقی نیست، این صرفاً یعنی معمولاً چنین است که معمولاً بر آن می نشینم، این کوه، یعنی نشیمنگاه. میگه نشیمنگاه هم درد میکنه. هایک وربا audientes Titus et Sextus rident. تیتوس و سکستوس این کلمات را شنیده میخندند. آدینتس صفت فاعلی از آدیو، آدیره، شنیدن. آدینتس یعنی شنوندگان. اما نمیگیم تیتوس و سکستوس شنوندگان این کلمات میخندند، چون علت استفاده از اسم فاعل در این قبیل جملات دلالت بر علت. در واقع فعلی که به صورت اسم فاعل صرف شده علت فعلی است که به صورت عادی صرف میشه، یعنی ریدنت. میخواهد بگوید تیتوس و سکستوس چون این کلمات را شنیدند خندیدند. یا فعلی که به صورت اسم فاعل ذکر میشه مقدم بر فعل بعدی است، یعنی اول شنیدند و بعد خندیدند. معمولا به این دو منظور از اسم فاعل استفاده میشه، یعنی اون فعلی که به صورت اسم فاعل بیان میشه قبل از فعل دیگر رخ داده و علت فعل دیگر است. یکی از این دو یا هر دو اینها معمولا منظور گوینده است. اینجا ببینید ما در فارسی میگیم تیتوس و سکستوس این کلمات را شنیده خندیدند، یعنی اول شنیدند و بعد خندیدند. چون این کلمات را شنیدند خندیدند. دیودوروس کو ایدریدتیس تیت ات سکسته. دیودوروس میپرسه چرا میخندید ای تیتوس و ای سکستوس. کوید اینجا معادل کور، چرا، اما ممکنه باز به چه میخندید هم درست باشه. به چه میخندید؟ تیتوس ریدموس کود مارکو دولت، ادامه جمله رو نمیگه. میخندیم زیرا مارکوس را درد میکند. نمیخواد بگه که نشیمنگاه او را درد میآورد. دیودوروس تاکته، ساکت باشید. ام کورپوریس پارتم نومیناره نون کنونیت. آن قسمت بدن را نام بردن نشاید. میگه درست نیست، مؤدبانه نیست که نام آن قسمت بدن رو ببریم. ام پارتم کورپوریس. ببینید باز یک ترکیب وصفی و اضافی. ترکیب وصفی ام پارتم، آن قسمت. ترکیب اضافی آن قسمت بدن، کورپوریس. کنونیت، نون کنونیت، نشاید. مصدر میگیره نومیناره، نام بردن نشاید. و ام پارتم مفعول نومیناره. سد اوبی است فراتر تو اوس مارکه. اما برادرت کجاست ای مارکوس؟
مارکوس ایس دومی است اپود ماترم سوآ، او در خانه است کنار مادرش. دومی از دوموس به معنای خانه، یعنی در خانه. استثناء به این صورت صرف میشه، یک صرف متفاوتی داره این کلمه دوموس. دومی اینجا گفته متضاد این لودو در مدرسه، دومی یعنی در خانه. کوینتوس دیکیت سه آیگروم اسه. کوینتوس میگوید او بیمار است. نقل قوله، قبلا مرور کردیم، مفصل شرح دادیم. نقل قول غیر مستقیمه. جمله‌ای که مارکوس گفته این است که ایس آیگروس است، او بیمار است. ببخشید، ایس آیگر است. ببخشید، داره جمله برادرش رو نقل میکنه، ولی باز جمله نقل قول غیر مستقیمه. ببینید کوینتوس چه گفته؟ کوینتوس گفته اگو آیگر سوم، گفته من بیمارم. حالا برادرش از اون نقل میکنه، میگه کوینتوس دیکیت میگوید سه آیگروم اسه. چه رخ داد؟ فعل جمله مصدر شد، سوم شد اسه، مسند جمله از ملحقات فاعل همراه با فاعل مفعول شد. فاعل جمله اگو بوده، تبدیل شده به سه. آیگر مسند جمله شده آیگروم. سه آیگروم اسه، او میگوید بیمار بودن، میگوید بیمار است. دیودوروس سی آیگر است این لودوم ایره نون پوتست. اگر بیمار است نمیتواند به مدرسه آمدن یا رفتن. اتوس بین والتیس، اما تو خوب تندرستی. والره، والئو، والس، والت، والموس، والتیس، والنت. ببخشید، اما شما خوب تندرستید. یم اپریت لیبروس، اکنون یا دیگر کتاب ها را بگشایید. تیتوس مارکوس meum librum habet. تیتوس میگه که مارکوس کتاب مرا دارد، یعنی کتاب من نزد مارکوس است. دیودوروس کوی تو لیبروم تیتی هابس مارکه. ای مارکوس، چرا تو کتاب تیتوس را داری، یا چرا کتاب تیتوس دست توست؟ کوی به معنای چرا. مارکوس اگو ایوس لیبروم هاوه او کود اسم معلوم هاوت. پاسخ میده من کتاب او را دارم زیرا او سیب مرا دارد. معلوم رد میکی معلوم تیته. ای تیتوس، سیب مرا بازده، پس بده. ردره ترکیبی است از ر به معنای دوباره، باز، و دره که احتمالا در اصل دو داره بوده، دادن. رورسوس داره، دوباره دادن، پس دادن. فعل امر رد. تیتوس ریدنس مالوم اینکویت تیبی ردره نون پوسوم اید انیم یام این ونتر مئو است. تیتوس خندان
میگوید سیب را به تو نمیتوانم پس بدهم، زیرا دیگر در شکم من است. سیب رو خورده. نکته که بالاتر درباره استفاده از اسم فاعل گفتیم البته اینجا صادق نیست. قاعده پیچیده‌ای داره که بعداً خواهیم گفت و نیاز به تجربه داره. گاهی اسم فاعل دلالت بر همزمانی میکنه. مثلا اینجا ریدنس یعنی همزمان که میخندد میگوید. ریدنس بالا گفتیم ابتدا میشنوند و بعد میخندند. اینجا به این معناست که همزمان که میخندد میگوید، مثل اینکه در فارسی بگیم خندان میگوید. در نهایت خیلی مهم نیست. تیتوس خندان میگوید سیب را نمیتوانم به تو پس دادن، زیرا آن دیگر در شکم من است. مارکوس ایراتوس تیتوم پولساره اینکیپیت sed magister dessine marche in cui Titus tibi malum dare non potest, at ego tibi malum dare possum nisi hic et nunc Tito librum reddis. جمله بلندی است. مارکوس عصبانی شروع می کند به زدن تیتوس، اما معلم میگوید ای مارکوس بس کن. تیتوس نمیتواند سیب را به تو بدهد، اما من میتوانم به تو معلوم بدهم. اینجا معلوم ایهام داره، یک بار به معنای سیب، یک بار به معنای چیز بد یعنی کتک. اما من میتوانم به تو معلوم بدهم، مگر اینکه اینجا و اکنون یعنی همین الان کتاب را به تیتوس پس دهیم. میگه که بس کن، اون نمیتونه سیب تو رو پس بده، اما من میتونم به تو معلوم بدم، یعنی میتونم تنبیهت کنم، مگر اینکه همین الان کتاب رو به او پس بدی. معلوم یعنی مالا رس یعنی چیزهای بد. معلوم داره تیبی به تو معلوم بدم یعنی تو را تنبیه کنم. جناس داره، ایهام داره. نیسی یعنی سینون، حرف ربط بسیار مهم و رایجی در زبان لاتینه. یادم نیست که پیش از این داشتیم یا نه. در متون لاتین بسیار رایجه، یعنی مگر. مارکوس تیتو لیبروم ردیت. مارکوس کتاب را به تیتوس پس میدهد. تیتوس لیبروس آپریونت، ببخشید دیسکیپولی لیبروس آپریونت، دانش آموزان کتاب ها را میگشایند. ایتم لیبروم سوم اپریت ماگیستر اک رکیتار اینکیپیت. معلم نیز کتاب خود را میگشاید و شروع میکند خواندن را. رکیتار برای دیگران با صدای بلند خواندن. پوئری آوتم
priorem libri partem tantum audiunt. اما پسران فقط قسمت اول کتاب را میشنوند. پریورم لیبری پارتم، باز یک ترکیب اضافی و وصفی است. پریورم پارتم، قسمت اول، قسمت اولتر. پریور خودش یعنی اول. پریور صفت تفضیلیه، مذکر و مؤنثش پریور، خنثاش پریوس. متضاد پوستریور، این اول اون آخر، این مقدم اون مؤخر. پریور پارس یعنی ابتدا، قسمت اول یعنی ابتدا، یعنی ابتدای کتاب. اما پسران فقط تانتوم، قسمت اول کتاب را آدیونت میشنوند. نام انتکوام ماگیستر partem libri posteriorem recitare incipit omnes pueri dormiunt. زیرا قبل از آنکه معلم قسمت آخر کتاب را شروع به خواندن کند، قبل از آنکه معلم شروع به خواندن کند قسمت آخر کتاب را، همه پسران خفتند، در خوابند، خوابشون میبره. پارتم لیبری پوستریوره، مثل پارتم پریورم لیبری پارتم، مثل همه ترکیبی از یک ترکیب وصفی و ترکیب اضافی، فقط اجزای اون جابجا شده. پریورم لیبری پارتم، پارتم لیبری پوستریورم، قسمت اول، قسمت آخر، قسمت اولتر، قسمت آخرتر. بالا هم درباره نشیمنگاه با همین کلمه قسمت آخرتر توضیح داده بود. omnes pueri dormiunt، همه پسران خفتند. magister recitare desinit et exclamat، magister معلم خواندن را متوقف میکند و فریاد میکشد: او improbi discipuli، آه ای دانش آموزان بیادب. dormitis، خفته اید. خفته اید در فارسی ماضی است، اما در اصل این جمله مضارعه، یعنی در خواب هستید. کو ادرکیتو نون آودیتیس، آنچه میخوانم نمیشنوید. مارکوس ماگیسترو ایراتو ایگو اینکویت نون دورمیو، مارکوس به معلم خشمگین میگوید من خواب نیستم یا من نخوابیدم. ایمو ویگیلو ات آودیو ماگیستر، بلکه برعکس بیدارم و تو را میشنوم ای معلم. ویگیلو از افعال گروه اول، بیدارم. ویگیلو ویگیلاس ویگیلات، ویگیلاموس ویگیلاتیس ویگیلانت. ایتم سکستوس ات تیتوس neque nos dormimus incuiunt, vigilamus et omnia verba tua audimus. سکستوس و تیتوس نیز میگویند ما خواب نیستیم، ما نیز خواب نیستیم،
بیداریم و همه کلمات تو را میشنویم. Bene recitas Diodore bonus es magister. خوب میخوانی ای دیودوروس، معلم خوبی هستی. رکیتاس از گروه اول، رکیتو، رکیتاس، رکیتات. ماگیستر. verum est quod dicitis incuit ego bene recito ac bonus sum magister, at vos male recitatis ac mali discipuli estis. معلم شادمان میگوید آنچه میگویید راست است، من خوب میخوانم و معلم خوبی هستم، اما شما بد میخوانید و دانش آموزان بدی هستید. فکر میکنم که صیغه های جمع فعل بودن رو ننوشتیم یا نوشتیم؟ بله، اینجا باید بنویسیم. سوموس هستیم، استیس هستید و جدول صرف فعل بودن هم کامل شد. مصدر اون اس بودن، 6 صیغه اون به ترتیب: سوم اس است، هستم هستی هست. سوموس استیس سوند، هستیم هستید هستند. دیسکیپولی immoboni discipuli sumus bene recitamus. دانش آموزان میگویند برعکس دانش آموزان خوبی هستیم. سوموس بene recitamus، خوب میخوانیم. بene قیده یعنی خوب، خوش. دیودوروس تاکته اوبی استیس پوری، ساکت باشید. کجا هستید ای پسران؟ دیسکیپولی این لودو سوموس، میگویند در مدرسه هستیم. دیودوروس وروم دیکیتیس، راست میگویید این لودو استیس، در مدرسه اید. نون دورمی این لکتولیس، راست میگویید در مدرسه اید، در خانه در تخت نیستید یا در تخت ها نیستید. لکتولوس مخفف لکتوس یعنی تخت کوچک. این پسوند اولوس، اولا، علوم به معنای کوچکه. این لکتولو دورمیره لیکت، هیک این لودو نون لیکت دورمیره. در تخت خفتن درست است، اما در مدرسه خفتن درست نیست. لیکت فعلی که فقط صورت مفرد غایب اون معموله، به معنای جایز بودن، درست بودن. فکر میکنم قبلا داشتیم. میگه در تخت خفتن جایز است، اینجا در مدرسه خفتن جایز نیست یا مجاز نیست. و فعل بعد از اون مصدر خواهد بود، فاعل اون ذکر نشده. خفتن در مدرسه جایز نیست. ماگیستر ایراتوس دیسکیپولوس ویرگا وربرات، معلم خشمگین شاگردان را با ترکه میزند.
دیسکیپولی شاگردان. ای کوید نوس وربراس ماگیستر. میگویند آخ ای معلم چرا ما را میزنی؟ نوس اینجا نقش مفعولی داره، ما را. نوس هم فاعل هم مفعوله. رو در جدول هم اگر ننوشتیم بنویسیم. جدول ضمایر شخصی. بله که ما نوشته بودیم، حالا اینجا هم میبینید. اگو من مرا، صورت اضافیش رو هنوز ننوشتیم. میهی داتیو و آبلاتیو، به من، با من، برای من. نوس ما هم در نقش فاعلی هم در نقش مفعولی. دیودوروس وس وربرو کود الیو مودو وس اکسکیتاره نون پوسوم. میگوید شما را میزنم زیرا به نحو دیگری شما را نمیتوانم بیدار کنم. الیو مودو به شکل دیگری، به روش دیگری. در ابتدای درس دیدیم او مودو، به این صورت، به این شیوه. نقش آبلاتیو داره و معنای ابزاری. و وس هم فاعلی است هم مفعولی. اینجا نقش مفعولی داره. شما را میزنم، پیش از این نقش فاعلی داشت. پس این رو هم به جدول اضافه میکنیم که البته ما نوشتیم. وس تو ته تیبی ته، تو را، صورت اضافیش رو بعداً میخونیم. تیبی ته متمم و آبلاتیو، داتیو و آبلاتیو، به تو، برای تو، با تو. اتسلس وستراس ردیته اتکوه کنسیدیته. به صندلی هایتان بازگردید و بنشینید. دیسکیپولی اتسلس سواس ردیونت نکوه کنسیدونت. دانش آموزان به صندلی هایشان باز میگردند اما نمی نشینند. ماگیستر کوید نون کنسیدیتیس. چرا نمی نشینید؟ ردیونت این رو خوندیم فکر میکنم قبلا، چرا دوباره این رو میگه؟ حالا ردیونت هرچه هست صیغه جمع غایب ردیته. ردیت هم ترکیبی است از ر و ایره، باز رفتن یعنی بازگشتن. کوید نون کنسیدیتیس. چرا نمی نشینید؟ دیسکیپولی پاسخ میدن نون کنسیدیموس کوت سدره نون پوسوموس. میگویند نمی نشینیم زیرا نشستن نمی توانیم. پوسوموس صیغه اول جمع فعل پسه، توانستن. باز این صیغه ترکیبی است از پوس و فعل بودن، سوموس، هستیم. دیودوروس کوید سدره نون پوتستیس. میگوید چه؟ نمیتوانید نشستن. پوتستیس نمیتوانید، ترکیبی از پوت و فعل استیس. ارگو وس هورم توتم تکیتی
state dum ego sedens partem libri posteriorem recito, ergo vos horam totam taciti state. پس شما هورم توتم تمام ساعت ساکت بایستید تا مادام که من نشسته قسمت آخر کتاب را میخوانم. استات فعل امر از استو، می ایستم، استات بایستید. باز ضمیر برای تاکید ذکر شده. البته چون در این درس این ضمایر رو معرفی کرده بیش از معمول از اونها استفاده میکنه. ضمیر در نقش فاعلی چندان رایج نیست. دوم اگو سدنس، در حالی که مادام که من سدنس نشسته، پارتم لیبری پوستریورم قسمت آخر کتاب را رکیتو میخوانم. نک انیم استانتس دورمیره پوتستیس، زیرا ایستاده نمی توانید بخوابید. استانتس اسم فاعل جمع از استو، استانس ایستاده، استانتس ایستادگان. گفتیم که گاهی برای بیان علت از اسم فاعل استفاده میکنن، مثل اینجا، یعنی چون که ایستاده اید نمیتوانید خفتن، یا در حالی که ایستاده اید نمیتوانید بخوابید. جدول فعل توانستن رو کامل کنیم. پوسوم، پوتس، پوتست، صیغه اول جمع. پوسوموس، صیغه دوم جمع. پوتستیس، پوتستیس. جدول فعل توانستن هم کامل شد. پوسوم، پوتس، پوتست، پوسوموس، پوتستیس، پوسوند. خیلی ممنونم از توجهتون و تا درس آینده خدا نگهدار.